سلام علیکم. برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز است. با شما شوکتی محمد هستم. اینک سرخط خبرهایی که پیشکش شما می‌گردد. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان به مقامات انتظامی و امنیتی کشور با نشر یک بیانیه هشدار داد. پاسبانان گرسنه پیشوا در خوجند قرصک زن‌های رئیس جمهور به آش پلوی یک تنگی هجوم کردند. لطوکوب یک مهاجر تاجیک از جانب ملت‌گرایان روس. امید حکایتوف که قبلا در نتیجه لطوکوب دو پلیس توانایی جنسیش را از دست داده بود به دزدی متهم شد. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان با نشر یک بیانیه به مردم کشور به خاطر همکاریشان با کمیته در رسانیدن نام و نسب مقامات قدرتی و انتظامی که در آزار و اذیت و شکنجه فعالان جامعه شهروندی و زندانیان سیاسی دست دارند اظهار تشکر کرده است. گفته می شود بعد از درخواست کمیته از مردم برای همکاری در این خصوص، بعضی از خانواده های زندانیان سیاسی و نیز فعالان جامعه شهروندی مقامات امنیتی و انتظامی از ترس رسانه شدن نام و نسب شکنجهگران و ترس رسیدن نام آنها به دست سازمان های حقوق بشر به زندانیان سیاسی فشار آورده ایستاده‌اند تا در برابر دوربین قرار گرفته بر دروغ اعلان کنند که به آنها هیچ گونه فشار در زندان های تاجیکستان نمی شود و در شرایط بسیار خوب قرار دارند. در بیانیه آمده است که نه تنها بالای خود زندانی ها فشار می آورند بلکه خانواده های آنها را نیز مجبور می کنند تا آنها نیز در برابر دوربین ایستاده اعلان کنند که به نزدیکان زندانی آنها هیچ گونه فشار نیست و آنها هر وقت که می خواهند می توانند با زندانی ها ملاقات نمایند و حالت و وضعیتشان بسیار خوب است. عبدالستار بابایف رهبر کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان در صحبت با خبرنگار ما گفت مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان باید از این گونه رفتارهای غیر انسانی و ضد قانونیشان و از این گونه فشارها و آزار و اذیت‌ها دست بردارند و بدانند که هرگز با این گونه نیرنگ‌ها نمی‌توانند جامعه تاجیکستان و نیز دنیا را فریب بدهند. نامه‌های نفرانی که در قتل و کشتار زندانیان سیاسی و در شکنجه و فشارهای نزدیکان زندانیان سیاسی و نزدیکان فعالان سیاسی دست دارد، نامه‌های آنها به ما فرستاده شود و این پیشنهاد هم از طرف مردم عزیز ما دستگیری یافت و در مدتی خیلی هم کوتاه نامه‌های دهان نفر از کارمندان مقامات‌های قدرتی تاجیکستان مثل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و کارمندان زندانها یعنی کارمندان سرریاست جزای جنایی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و کارمندان سود و پروکراتورها آنهایی که در قتل و کشتار زندانیان سیاسی و آزار و اذیت و شکنجه مردم عزیز ما و نزدیکان فعالان سیاسی و نزدیکان زندانیان سیاسی دست داشتن به ما رسید در مدتی خیلی هم کوتاه و تا حال نامهای آنها رو به ما فرستاده ایستادند. ولی مقامات تاجیکستان رژیم دوشنبه از این صورتی کار در تکاپو افتاد و در حال آنها اقدام ناجوانمردانه رو پیش گرفتند که امروزها به ما از طریق خویشاوندان زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی که در خارج کشور هستند نزدیکان آنها به ما در تماس شدند و گفتند که زندانیان سیاسی که در زندانهای کشور قرار دارند از طرف مقامات‌های قدرتی و خصوصا از طرف کارمندان همون سرریاست جزای جنایی مورد اذیت و شکنجه قرار گرفته ایستادند. آنها رو نزد دوربین میبرند و مجبور میکنند که آنها اعتراف کنند که ما هیچ گونه عذاب و شکنجه نمیشویم در زندان، حال ما خوب و خیلی هم در حالت خوب است و این چونین نزدیکان زندانیان سیاسی را هم مجبور کردند و نزدی دوربین ها بردند ایستادند تا که آنها اعتراف کنند که ما هیچ عذاب و شکنجه و فشار از طرف هیچ مقامات قدرتی نیست. ولی من
همین را گفتنی هستم به این مقامات ها و این ظالمان که آنها باید بدانند که اسامی همه آنها، نامهای آنها امروزها در دست ما رسید. حالا در حالتی آماده کردن ما یک روی خطی هستیم که این روی خط حتما به سازمان های بین المللی حقوق بشر، به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد و به دیگر سازمان های حقوق بشر میرسد. فقط همین را گفتنی هستم که از ظلم و از ناجوانمردی خود اینها دست بکشند، ظلم را بس کنند، چون که ما فکت و سند و دلیل و حجت و نوارها داریم که چگونه مردم شکنجه شدند، چگونه زندانیان مظلومانه به قتل رسانیده شدند. همه اینها در ما حجت است و هیچ وقت اینها به این مقصد ناپاک خود که میخواهند خود را پاک و بیگناه نشان دهند هیچ وقت نخواهند رسید و ما در کوتاه‌ترین مدت اسامی آنها را در یک ژورنال مخصوص جمع آوری میکنیم و به تمام سازمان های بین الملل و به همدیران عزیز پیشکش میکنیم. به رادیوی پیام نواری رسید که از تا چه حد گرسنه بودن تیم قرصک‌زنی رئیس جمهور تاجیکستان حکایه میکند. در معرکه رسمی نزد مهمانخانه بزرگ که طبق اطلاع مسئولینش آن زمان 21 خارجی آنجا سکونت داشتند، مردم چنان به دیگ آش هجوم میکند گمان میکنی هفته ها گرسنگی کشیده اند. یادتان باشد آخر هفته گذشته در شهر خوجند با اشتراک رئیس جمهور امامعلی رحمان در دایره سفری کاریش به شهر و ناحیه های ولایت سغد به فعالیت مهمانخانه سغدیان آغاز رسمی بخشیده شد. همچنین در حاشیه افتتاح این مهمانخانه بخشیده به عید خربوزه فستیوال آش پلو هم دایر شده، رئیس جمهور از دیگ‌های آش پلوی 500 کیلویی و 1 تنگی دیدن کرده بود. کاربران رادیوی پیام به ما یک نوار را از انجام فستیوال آش عید خربوزه در خوجند فرستادند که در آن دیده می شود انبوه آدمان بالای دیگ آش 1 تنگی با هر وسیله، یکی با دست، دیگری با ظرف شیشگی، بنکه، کاغذ، چوب و تخته برای خود آش میگیرند. دیده می شود چنان مردم به دیگ هجوم میکنند که گمان میکنید چند روز آخر در کجای آنها را گرسنه و تشنه نگاه داشته باشند. همگی چند دقیقه قبل از این تلاشی شدن آش، رئیس جمهور تاجیکستان از دیگ بزرگ دیدن کرده بود. به همگان معلوم است که هر نقطه را که سفر رئیس جمهور به آنجا به نظر گرفته شده است از 1 ماه قبل آماده می سازند. تمام مسائل بیخطری به نظر گرفته می شود و راه یافتن حتی 1 نفر شخصی در چشم مقامات امنیتی شبهناک در زمان حضور رئیس جمهور غیر امکان است. روی خط شرکت کنندگان در واخوری با رئیس جمهور هم همیشه یکسان است. آن عبارت از همان گروه قرصک زن که در تمام واخوری ها رئیس جمهور را همراهی میکنند و گروه معینی بلیگویان محلی که اساساً از کارمندان حکومت انتخاب میگردد. امکان راه یافتن مردم عادی به همین معرکه آشپزی هم بنابر مسائل امنیتی بسیار کم است. با گمان غالب آنهایی که به دیگ آش به این شیوه هجوم کرده اند همان گروه قرصک زنی پسپایان یا کارمندان حکومتی محلی هستند، همانهایی که از مسچاه یک خلطگی کارتاشکه و از زفرآباد حتی کورپچه های زیرشان را برداشته برده اند. Bunu direkt beden olmaz mı? Ya bunga o. نقطه جالب این مسئله این است که ضمن این تهاجم به دیگ آش در مهمانخانه سغدیان سابق لین‌آباد که تعمیر شده و نام عوض کرده است، طبق گفته مسئولینش 21 نفر خارجی حضور داشتند. ما از 25 август ҷони аллакай меҳмононро қабул карда истодем. баъд аз истифода додан 21 нафар меҳмонон аз давлатҳои изроил, русия, англия,
O'zbekiston, az davlatҳои Германия, Амрико иstiqomat доранд. امکان زیاد وجود دارد این مهمانان که به دیدن بهشت روی زمین آمده اند مشاهده کرده اند مردمان بهشت چقدر گرسنه اند. باید گفت همین گونه هجوم به آش سال گذشته ماه نوامبر در شهر دوشنبه نیز شده بود. آن وقت حکومت شهر دوشنبه بینظمی ها در فستیوال آش پلو در پایتخت را تأسف‌آور خوانده گفته بودند در پی این حادثه یک گروه از ساکنان که در این بینظمی دست داشتند مجازات شده اند. اما کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی که مسئول نظارت ترتیب و نظام در این جشنواره سیرادان بودند از شرح موضوع و به جوابگری کشیدن عاملان این بینظمی خودداری کرده بودند. اکنون این دفعه در شهر خوجند هم عاملان این بی ترتیبی یافت نمی شوند، چون از روی تحلیل دانسته می شود گرسنه‌ها و قهرمانان این آشتلاش پیش از همه خود ناظران ترتیبات و دور و نزدیکان آنها هستند. به پایگاه تحلیل خبری پیام توسط پیام رسانی ایما نواری دسترس شد که در آن از جانب شخصان نامعلوم که با زبان روسی با لحن تند کوچکی حرف میزنند یک نفر لطوکوب می شود. هنگام لطوکوبی بیرحمانه از لطوکوب شونده چندین بار به تکرار پرسیده می شود که از کدام ملت است. نهایت مردی لطوکوب شده ایستاده خودش را تاجیک معرفی می کند. Пырнули хачика ножом. Давайте, парни. Разверните его, чтоб, блядь, было видно, طوری در نوار دیده می شود آزاردهندگان چندین بار با بدن این تاجیک کارت می زنند و حتی خونی در کارت آلوده شده را نمایشکارانه به دوربین نواربرداری نشان می دهند. در نوار حتی آواز زنان شنیده می شود که می گویند چرا اینجا آمدی؟ از خانه‌ات نبار آمده می نشستی؟ به این حال گرفتار نمی شدی. منبعی که نوار را به پیام فرستاد به شرط افشا نشدن نامش گفت این حادثه شب 20 اوگوست تقریبا ساعت 23 در شهر مسکو روی داده است. باید گفت این بار اول نیست که مهاجران تاجیک از جانب ساکنان تهجایی و خصوصا تا سرها لطوکوب می شوند و حتی به قتل می رسند. کارشناسان مسائل مهاجرت بر اینند که سبب اصلی به طور بی‌سابقه تحقیر شدن مهاجران تاجیک پیش از همه دفاع حقوق نداشتن آنها از جانب حکومت تاجیکستان می باشد. در چنین حالتها اکثر وقت نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان در روسیه خاموشی را پیشه می کنند. برای آنهایی که به چنین روزهای مدهش گرفتار می شوند هیچ یک یاری از جانب سفارت یا حکومت تاجیکستان رسانیده نمی شود. این است که به مهاجران تاجیک همچون یک ملت بی صاحب مناسبت می کنند. چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارمان صفیه واحدова برایتان گزارش می دهد. умед ҳикоятов ки қаблан дар натиҷаи латукуби ду пулис тавоноии ҷинсиашро аз даст дода буд аз ҷониби вазорати умури дохилии тоҷикистон ба дуздӣ муттаҳам шудааст. вазорати корҳои дохилӣ аллакай алайҳи ӯ парвандаи ҷиноӣ оғоз кардааст. тибқи иттилои радиои озодӣ оғози парванда алайҳи ҳикоятовро дар вазорати корҳои дохилӣ ҳам тасдиқ карданд. аммо шарҳ надоданд ки ҳикоятов дар дуздии чӣ чизе муттаҳам мешавад ва воқеа дақиқан кай рух додааст. байни шикояти умед ҳикоятов аз бадрафтории милиса ва ба дуздӣ айбдор шудани ӯ 3 моҳ фарқ аст. дар ҳоле додситонии шаҳри душанбе парвандаи шиканҷа шудани ҳикоятовро ба далели исбот нашудан қатъ намуд ки акнун худи шикояткунанда ба дуздӣ муттаҳам мешавад. яъне парвандаи дуздӣ пас аз 3 моҳи шикояти ӯ боз шудааст. гулчеҳра холматова вакили дифои ҳикоятов гуфтааст хабари боз шудани зери ҳимояашро аз мақомот шунидааст, вале аз тафсилоти он огоҳ нест. наздикони умед ҳикоятов аз боз шудани парвандаи ҷиноятӣ нисбати ӯ изҳори бехабарӣ карданд. қазияи латукуби умед ҳикоятов 5 моҳ қабл расонаӣ шуд ва нигарониҳои зиёдеро дар ҷомеа ба миён овард. фаъолони ҷомеа ва садҳо корбари шабакаҳои иҷтимоӣ тақозо карданд то омилони шиканҷа сахт муҷозот шаванд. рустам ғоибов сардори шуъбаи даъват ва тайёрии ҷавонон ба хизмати ҳарбии комиссарияти ҳарбии вилояти суғд аз валиев ном сокини кишвар барои аз хизмати ҳарбӣ озод кардан $700 ва 400 сомонӣ пора талаб кардааст.
غایبوف با مقصدی به دست آوردن مبلغی به دردی میان دختری مرکزی سلامتی رقم 4 شهر خوجند ایلهام دونیوروف را نیز در عمل شریک کرده است. طاهر کریم ابراهیم زاده سرداری ریاست اگنتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در ولایت سوخت به رسانه‌ها گفته است. غایبوف در اساس مصلحت پیشکی با دونیوروف ماه‌های آگوست سپتامبر سال 2018 یعنی عین دعوت تیر ماهی به باوری شهروند ولیف که به خدمت عسکری دعوت شده بود برای از خدمت آزاد نمودن $700 و 400 سومانی حقی کار طلب کرده است. برای این عمل کروپسیونیشان نسبت کارمندان کمیسریات حربی غایبوف و دکتر دونیوروف پرونده جنایتی آغاز شده است. دوام 7 ماه آخر سال روان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ایران بیش از $36 میلیون را تشکیل می‌دهد. مناسبت‌های تجارتی این دو کشور اخیراً در جریان ملاقات وزیر امور خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین مهریدین و سفیر ایران در تاجیکستان محمد تقی صابری مورد بررسی قرار گرفت. گفته می‌شود جانب‌ها وضع و دورنمای توسعه روابط دوجانبه تاجیکستان و ایران را مورد محاکمه قرار دادند. فعلا در تاجیکستان شرکت‌های ایرانی یک قطار لایحه‌ها از قبیل ساختمان نیروگاه برقی سنگتوده 2 و نقب استقلال را عملی نمودند. گذشته از این در تاجیکستان یک قطار شرکت‌های ایرانی لایحه‌های انرژتیکی و نقلیاتی را نیز پیاده کرده ایستادند. طبق معلومات آماری تجارت دو کشور در 7 ماه سال روان بیش از $36.2 میلیون را تشکیل می‌دهد که از این میان بیش از $24.8 میلیون به واردات مال‌های ایران راست می‌آید. اینجا برنامه امروزه پیام نیوز به نهایت خود رسید. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را پیگیری کنید. هر که آماده همکاری با ماست و یا شاهد حادثه و رویداد می‌شود لطفاً به رقمی که در نوار می‌بینید زود تماس بگیرید. در حالتی به ما رسانیدن معلومات مهم مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می‌شود. در حفظ الله بمانید. خیر تا روزی دیگر.